سلام استاد انصاری عزیز، خسته نباشی. استاد انصاری عزیز، اون دفعه من صحبت کرده بودم باتون، یه مطلبی یادم رفت در مورد همین قضیه سوتی دادن آقایون که مدام در ولایت سوتی میدهند. عرضم حضور حضرت عالی، یاد یک مطلبی افتادم از فضائح الروافض. یک مطلب جالبی داره در فضائح الروافض که نویسندش میگه که اساس و پایه رافضیگری بر دو مطلبه: یک، توهین و افترا و تهمت به کبار صحابه و بزرگان صدر اسلام. دو، تقیه. حالا بنده با اجازه نویسنده محترم فضائح الروافض این مطلب رو اضافه میکنم که سومین مطلب سوتی دادن است عزیز من. یعنی پس رافضیگری بر سه اصل استوار است: یک، توهین و افترا به کبار صحابه; دو، تقیه; سه، سوتی دادن، که نوع ورژن جدیدش رو ما داریم در عصر جدید در برادران عزیز سوتی دهندگان ولایت ما و به کرات این رو میبینیم و در جای دیگه. قربانت، خداحافظ. شبکه شما شبکه روشنایی به امید به جهان اسلام است. این شبکه ها هستند که دین اسلام را به جهانیان مظهر نورانی آن را معین و نمایان می کنند. با تشکر از شبکه شما.